بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما دوستای خوب نازنین دوست داشتنی. بسیار جا شما خالی. ما امروز کارمندای کانال یوتیوب طنز نعیم جانو بیامادیم به قلعه شربت سمت کروخه. شما دوستای نازنینی که از این وطن رفتیم به کشورهای خارج زندگی میکنیم، بسیار جا شما خالی، حتما به این مکان آمدیم چون قلعه شربت که هست بسیار جای تاریخیه. فقط ما همکارا آمدیم امروز به میله. هدف ما میله ما نبوده، هدف ما از این بود که شما میله رو ببینیم، لذت ببریم. فقط ما که حوال که انانس خور ندادیم به داخل خونه یا دفتر، به خاطر که ما سو وقت بیری شدیم، همسایا خوب بود، مزاحم به اونا نشدیم. فقط آمدیم که به داخل منطقه و داخل مکان خود شما صحبت داشته باشیم. آسته آسته دیگه برنامه رو شروع میکنیم. یک غذا که محلی کره هم انا به خیر خوشی ببار میکنیم، چای سیاه و چای سبز و دوغ و سلاته و چی هر چی نصیب بود دیگه. جا شما بسیار خالیه. از شما دوستای خوب نازنین خواهش میکنیم که صفحه اینستار رسمی نعیم جانو فالو میکنیم. بسیار تشکر از شما، قربان شما. کوتی هم 11 چون چند صفحه به اسم ما جور کردم. بخیر میگذاریم. تشکری هم از شما داریم که 1000 سابسکرایب ما نیاز داریم که بگیریم. واشتای می پره شده، درسته؟ همین کانال یوتیوب ما واشتای می پره شده، منتها همین 400-500 دونم سابسکرایب داریم. 400-500 دونه دیگه کم داریم. فقط به شما دوستا نیازمندیم که همکاری کنیم، ما رو حمایت کنیم که ما به خدمت شما باشیم. بریم برنامه ادامه داره، همراه ما باشیم. بریم بچه‌ها شروع کنیم کارا خوب. دوستای نازنین ناگفتن همونه که این ویژه برنامه میله دیگه خود شما موت لذت ببریم. از هر جا از هر مکان ما به شما تصویر میگیریم. اول یک پیاله چای همون چیز کنیم. دوستای نازنین بسیار جای شما خیلی یک جای لوکس و زیبای سرسبزیه. ولی هر چی بگین از این چشمه بگین که برجرجا هم نیه. همین تا هوا یخی هوا فکسی هم داره که چی بگین. مرتضی جوانده باشین. سلام برادرم، خوبیم، سعادتمند، انتها خوشحالیم. شکر، زنده باشین. خدمت تمام بیننده های عزیزی که همکنون ما را از
چینل یوتیوب طنز نعیم جانو میبینم. دوستای نازنین امیدوارم به هر کجا که هستیم پیار و خوشحال باشیم. دیگه جا شما خیلی آمدیم بغل شربت با جمعی از همکارا. دیگه خلاصه دیگه واقعا جا شما خیلیه. لذت ببرین تا فعلا یا نه تازه هم بیام آده. دیگه واقعا یک فضای خیلی سرسبز و موت دلوا طبیعت دیگه واقعا دم گفتن دوستم دل طبیعت دیگه همینجا واقعا دل طبیعته. جو به جلو اصلا نمی عباس نگذارین که به خدا چیزی بره بخره. خیال بکشین. چرا؟ بچین ماما. وای وای وای. شما گفتین بریکا باشه. پوله. خب گفتنی شما بیننده عزیز چیه؟ کانال طنز نعیم جانو. گفتنی ما اینه دیگه دوستای نازنین سپاسگزارم تا این لحظه ما رو همراهی کردیم. بالاخره ویدیو ما که میگذارم واقعا همگی دنبال میکنیم و خواهش ما از شما دوستای نازنین اینه که چینل یوتیوب طنز نعیم جانو رو سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم تا که ما بتونیم ان شاء الله بخیر همون سابسکرایب بخورم پر کنیم برای شما با بهترین برنامه، جذابترین برنامه ان شاء الله دل شما شاد نگه داریم. خوش و خندان باشین دوستای نازنین. همکارا بعدی هم دستور داشته باشین. سلام دوستای نازنین، آمدیم پیش یک همکار دیگه ما که اسم اصلی اگه به شما بگم فریدون جان عظیمی در نقش رمضان مونده نباشین. سلامت باشیم عباسان، تیار هستیم بخیر. شکر. چیکار میکنین اینجا؟ همینجا برو ما هم دگدون ایزومی بزنیم بفهمیدیم که میتونم طبیعت باشه همه چیزی میتونم محلی دیگه بگذاریم به سر اجاق هم ایزومی به خیر خوشی کرایی که نعیم جان و جانو برادر گل ما تیار میکنم همیتون مجهز و اساس باشه دیگه. دوستا دیگه شما هر کار دیگه هر کارمند هر همکار بله کوکو سید احمد اینجا گوی سنگ میارن که ما دگدون تیار کنم هر کدوم به یک طریق مصروفیم. بیارین کوکو سید احمد بیارین. کوکو سید احمد بیارین سنگار بیارین. فریدون جان اگر چی که تازه هم بیامدین تا لذت ببردین از این میله یا نه؟ یعنی واقعا جای افتخاره که ما حداقل بتونیم خودی همکارا با ما یک دفعه دو ما یک دفعه میت بیایم به طبیعت برنامه میشه برنامه ملی تیار کنه که یک تنوعی هم ایجاد شه به دوستا. دیگه خدا کنه تا آخر برنامه همراه ما باشیم و لذت ببریم. بخیر باشیم. همکار عزیزم، همکار مهم ما نفر اصلی که سرجا مونده نباشه. خوب این سعادتمندیم بخیرین. شکر. سلامی هم ببیننده خوب رسونیم. سلام و صبح بخیر به خدمت دوستای عزیز دارم که از کانال طنز نعیم جانو که ما دیدن میکنم. بله ما تنها نگذاریم، واقعا به شما نیاز داریم. از این میله هم لذت بردیم. لذت بردم که خود ما کیف کردم. خصوصا از این سرسبزی که واقعا جا سرسبزه نه؟ خیلی جا خوبیه. بله و بخیر باشید. دیگه وظیفه ما ازم جمع کردنه دمزران هم سنگ جمع کردم که دگنون تیار کنم ازم. عزیزم کجا بودین یک ساعت بعد چه میپالیم؟ یک ساعت میشه که ما برای ازم هر چی میگم ازم پیدا نمیشه. خور گم میکنه از کارا میگه باشه که من نه یا کم ازم خوش پیدا کنم که میگه یک آتش داده. سلام دوستان عزیز. واقعا جا شما خیلی ایت یک جای سرسبزی، ایت یک جای خوبی. بله. شما که اگه به پهلو ما میبینید ما بیخکل خوشحال میشیم. بله. فقط در میگم دوستان عزیز که فقط ما تنها نگذاریم. کانال طنز نعیم جانو فقط سابسکرایب لایک زنگوله دیگه چیزی ما نمی‌خوایم. بله. همین که شما ما رو حمایت کنیم ما بیشترتر جاهای بیشترتر میریم. بله تشکر از شما. زنده باشین. کوکنیم بگمانم که بخیر خوشی دیگه شروع کردین دیگه. بله یا برو. چی ما این درست کنین؟ کره‌ای ها؟ بله یا. کره‌ای گوشت گوسفند. دوستا واقعا جا شما خیلیه.
میگم امی آشپزی به نظرم به جمع شمانه. بله عباس جان. ایشتنه که سال 12 هم دفتر به سر به میله. شما که برو غیر از چای خوردن و نون خوردن دیگه شغل بلد نی. دیگه عباس جان اینا دیگه به خیر خوشی خوشخوشک آماده میکنم. خب چی هست دیگه بخیر؟ کره تیار میکنیم. به همون کره یا دیگه لوکسه گفته شما لوسکه. لوسکه. بیشه خوب انشالله تیار میشه بخیر تا 4 ساعت دیگه فقط هم 1 ساعت به خیر خوشی آماده میشه. انشالله کنیم دیگه هم تیار میشه. ایده دیگه بهترین دیگه میاد. بله یا خدا کنه شور نشه. بینندای خوب و نازنین ساعت 12 بجیبید که دیگه بگ داشتیم به سر بار انال فکس ساعت 2 بیجه دیگه انال سعی کنه که دیگه به کجا برسیده. به وخش به جا شما بسیار سبز دوستای نازنین کره‌ای گوشت و گوسپند اینا به خیر خوشی تا 2 دقیقه دیگه 3 دقیقه دیگه انشالله آماده میشه. انشالله به خدمت همکار هستیم. جا شما بسیار سبز باشه، جا شما بسیار خالی باشه. داخل از این قله شربت، داخل جنگل قله شربت، داخل رودخونه. دوستای خوب نازنین بسیار جا شما خالی، غذا حاضر آماده شده دیگه. آستوستگک جا شما بسیار بازم سبز باشه. ما این نون خوریم دیگه. کانال کنز نعیم جانور سبسکرایب بخاطر میله.